سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. با دوره آموزش مقدماتی ریاکت جی اس در کنار شما هستیم. توی این دوره میخوایم با مقدمات ریاکت جی اس آشنا بشیم. خب یه مقدمه داشته باشیم. ریاکت جی اس یک کتابخانه جاوا اسکریپت هست که توسط فیسبوک توسعه داده شده تا رابطهای کاربری برای وب اپلیکیشن ها رو به شکل ساده و مؤثر قابل پیاده سازی باشه. حالا میخوایم بدونیم که ریاکت جی اس چی کار میکنه. یکیش اینه که ما میتونیم داخل ریاکت جی اس یک سری کامپوننت بسازیم. این کامپوننت ها این شکلیه که به جای اینکه ما کل صفحه رو برنامه نویسی کنیم و یک جا بسازیم، اونو به قسمت های مختلفی به اسم کامپوننت تیکه تیکه میکنیم و هر کدوم رو جداگونه برنامه نویسی میکنیم. اینا رو میتونیم کنار همدیگه استفاده کنیم یا اینکه به هر ترتیب و هر شکلی که خواست کنار همدیگه قرار بدیم و میتونیم چند باره هم از هر کامپوننت استفاده کنیم. یه ویژگی دیگه ای که ریاکت جی اس داره ما بهش میگیم ویرچوال دام یا دام مجازی، که تفاوتش نسبت به دام واقعی اینه که زمانی که تغییر میکنه اطلاعات فقط همون قسمت هایی رو آپدیت میکنه که تغییر کردن و کل صفحه رو آپدیت رندر نمیکنه و باعث میشه که عملکرد بهتر بشه، سرعت بیشتر بشه و یه تجربه بهتری برای کاربر رقم بخوره. و بخوایم مثال بزنیم دربارش، مثل این میمونه که ما بیایم یک نقاشی بکشیم که از یه سری تیکه تیکه پازل تشکیل شده باشه و ما میتونیم این پازل ها رو هر شکل دوست داشتیم کنار هم دیگه قرار بدیم. خب حالا کجاها کاربرد داره؟ نگاه کنید، ما از ریاکت جی اس برای ساخت وب اپلیکیشن ها استفاده میکنیم. مثلا اینستاگرام، فیسبوک، ایر بی ان بی، پنل های مدیریت و پروژه هایی که به تعامل زیاد با کاربر نیاز دارن، مثل فرم هایی که پیچیده هستن یا داشبورد هایی که اطلاعات زیادی داخل اونها هست. حالا پیش نیازهایی که ما برای شروع این دوره، یعنی در واقع شما برای شروع این دوره نیاز دارید. اولیش تسلط به زبان CSS هست. ما میدونیم CSS یکی از مهمترین و برجسته ترین ابزارها و زبانهای استایل دهی هست و ما برای شروع کار با ریاکت نیاز به آشنایی مقدماتی توی CSS داریم. مورد بعدی که مورد نیاز هست اسمش در واقع روش هست، ما میگیم ریاکت جی اس یک کتابخانه جاوا اسکریپت هست. پس ما قطعاً به بلد بودن جاوا اسکریپت نیازمندیم. حداقلش اینه که تا سطح متوسط ما ریاکت جی اس میخوایم کار کنیم جاوا اسکریپت رو بلد باشیم. و سومین دانشی که نیاز هست داشته باشیم HTML هست. همینطور که میدونید پایه و اساس وب HTML هست، زبان مارکاپ لنگویج در واقع وب HTML هست و توی ریاکت جی اس هم به شکل تگ های JSX ما از HTML استفاده میکنیم. نرم افزارهایی که نیاز هست روی سیستممون داشته باشیم، نرم افزار Node.js هست که در واقع یکی از پیش نیازهای اصلی هست و توی این دوره ما از نرم افزار ویژوال استودیو کد به عنوان IDE و محیط توسعه نرم افزار استفاده میکنیم. این مقدماتی بود برای دوره ریاکت جی اس. جلسه آینده نصب نرم افزارهای مورد نیاز رو با هم دیگه انجام میدیم. امیدوارم که موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار شما.